برادری پرسیدن شخصی نمازگزار است اما پولی مردم قرضی مردم نمیده، در حالی که پول داره، کار هم داره، صحت هم داره، حکم این شخص چیست؟ برادری محترم، اولا قرض انسان در حالت احتیاج و ضرورتی خاصی میگیرد، ضرورتی که زیاد انسان در او محتاج بوده باشه. در هر چیزی خرد نباید انسان قرض بگیرد. پس وقتی که قرض گرفت در تلاش ازی بوده باشه قرض برادری مسلمانش هر وقتی که برش میسر میشه ادا کند. وقتی که انسان در این تلاش میشه الله برش آسان میکند. اما پول داره میسر است برش قرض مردم ادا نمیکند، این در حقیقت ظلم کرده، ظلم بالای نفس خود، ظلم بالای شخصی که برای ازی احسان کرده، قرض داده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن مطل الغنی ظلم، تال کردن، تأخیر کردن غنی در ادای دین این ظلم است. داره، زندگی داره، پول داره و در توانش هست که دینش ادا کند، با وجود از او امروز به فردا، فردا را به دیگر فردا میگذارد، به هر روز تأخیر میکند. پس چنین شخص در حقیقت ظلم کرده بالای نفس خود، بالای برادر مسلمانی که بر ازی احسان کرده. رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی را که میدانستن قرضدار است و میپرسیدن قبل از جنازه را خواندن که این شخص قرضدار است یا خیر. اگر قرضدار می بود نماز جنازه ایش نمیخواندن. صحابه کرام هم میگفتن شما بخوانید. یعنی بسیار گپی سخت است. انسان از دنیا خدای نخواسته به قرض میروه و قرضدار میروه و تو حالتی شوا که شخصی جنازه ایش نخوانه. صحیح است که در عموم مسلمان ها میخوانه جنازه ازی را، ولی یک شخصی معتبر و شخصی محترمی از خواندن جنازه ازی پرهیز کنه و خاطر قرض ازی، این گپی سخت است. بس الله تعالی توفیق بدهد چنین اشخاص را که بالای نفس خود و برادری خود ظلم نکنه و در ادای دین نهایت تلاش داشته باشد تا اینکه الله برش آسان کند. برادری پرسیدن در پیش پای پدر و مادر افتیدن به گونه سجده و بوسیدن پای یا دستی از اینها آیا این درست است یا خیر؟ برادری محترم، افتیدن به پیش پای پدر، مادر یا شخصی دیگری به گونه سجده این جایز نیست مطلقا، نه برای پدر و مادر، نه برای کدام معلم بزرگی، نه برای کدام شخص بزرگی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اگر سجده جایز می بود، ما سجده برای کسی شخصی جایز می بود، ما امر می کردم زن شوهر خود را سجده کند. یعنی زن نهایت مطیع، فرمانبردار و تابعدار شوهر است. اگر سجده جایز می بود، پیش پا افتیدن جایز می بود، زن امر می کردم که شوهر خودم پیش پاش بافتد. پس دست بوسیدن اشکالی نداره، سری پدر و مادر یا شخصی محترمی را بوسیدن کدام اشکالی نداره، اما افتیدن در پیش پای از اینها به گونه سجده این ناروا و حرام است. برادری از اسم عین الله پرسیدن چی معنا دارد؟ عین در زبان عربی معانی زیاده داره، از جمله به معنی چشم می آید. عین انسان، عین حیوان و همچنین با معنی چشمه هم میاد، عین الماء. و عین الله اضافت به سوی الله تعالی یعنی چشمی الله تعالی. عین الله مطلق وقتی که گفته شود به معنی چشمی الله تعالی و شخصی را به این نامگذاری کردن درست نیست. عین الله صفتی الله تعالی است و صفتی الله تعالی مخلوق نمی باشه و هیچ مخلوق را صفتی الله تعالی گفتن درست نیست. مخلوق خلق الله تعالی است، الله آفریده و الله ذات خالق است و خلق صفتی از اوست و هیچ وقت مخلوق صفتی الله تعالی شده نمیتواند. به خاطر نامگذاری به عین الله نام بسیار زیاد قبیح، نادرست
و کسی اگر بدانه باز هم نامگذاری کنه گناهکار می شود. برادری پرسیدن شنیدم بعضی آیات و یا سوره ها برای دردهای مختلفی علاج است یا دوا است. آیا این سورت ها و آیات ها را از طریق تلفن گوش کنم کفایت می کند؟ برادری محترم، قرآن کریم همه شفا است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. البته فضائل و برتری برای بعضی آیات و سوره ها ثابت شده و همچنان تأکید بالای خواندنش در بعضی اوقات، از جمله آیت الکرسی در وقت صبح و شام و همچنان خواندن آخری دو آیت سوره بقره در شب و همچنان سوره اخلاص و سوره الفلق الناس در وقت صبح و شام 3 مرتبه و یا هم سوره الفاتحه خاطر علاج دردها یا دم انداختن و غیره از سوره های دیگری. لکن گوش کردن از تلفن یا کسید و غیره کفایت نمیکنه. انسان باید خودش بخواند. برادری سوال کردن قرآن را خوانده برای آدم زنده بخشیدن جایز است یا خیر؟ برادری محترم، خواندن قرآن و ثواب آن را برای مرده یا زنده هر کدام بوده باشه چیزی ثابت نیست ای باره و نه کاری بهتر است. از اینکه انسان قرآن خودش میخوانه، اجر و ثواب قرآن به خودش بوده باشه و به اجر و ثواب زیاد نیاز داره انسان خودش، و بعد از خواندن قرآن دعا بکنه، هر وقت دیگری دعا بکنه و دعا ثابت شده، از همه چیز دعا بهتر است براش. برای مرده یا زنده هر کدامش دعا کند. برادری درباره وعده پرسیدن و باز گفتن کدام پیامبر از وعده پرسیده میشه. الله اعلم سوالش واضح نبود. و به هر صورتی وعده، وفا به وعده یکی از صفات خوب مسلمان است و اما خلاف وعده کار کردن از صفات منافقین است. رسول الله صلی الله علیه وسلم از جمله صفات منافقین را می‌فرماید و اذا وعد اخلف. یکی از صفتهای نفاق وقتی که انسان وعده میکنه با وعده خود خلاف ورزی میکند. و در قرآن کریم اسماعیل علیه السلام در صفتشان ذکر شد انه کان صادق الوعد. شاید منظورتان همی بوده باشه، والله اعلم. خواهری پرسیدن که در کدام آیه قرآن آمده جوان پاک با دختری پاک ازدواج کند؟ شاید منظورتان آیتی 26 سوره النور بوده باشه. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یعنی انسانهای خبیث برای زنهای خبیث است، مردهای خبیث برای زنهای خبیث و زنهای خبیث برای مردهای خبیث می باشند و انسانهای پاک برای زنهای پاک می باشه و زنهای پاک برای مردهای پاک. یا در تفسیر این آیت قولهای دیگری هم گفته شده. به هر صورت شاید منظورتان امی آیتی 26 سوره النور بوده باشه. و همچنان در سوره مائده هم الله تعالی در باره حلال حکم کردن طعام و همچنان گرفتن دختران اهل کتاب می فرماید اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. که یعنی زنهای
پاک دامن از مؤمنین و همچنان زنهای پاک دامن از کفار، از اهل کتاب. اینها به جوان مسلمان درست است که بگیرد. آیه 5 سوره المائده.